شیرینو زد بهش مرد. زندگی اینجوری زندگی خودت زیاد باور نکن. ناموسا میشه بیای پایین؟ نه نگاه زندگی خیلی هم خوبه منتها تو از اونجایی که سن کم تجربه نداری ولی چون خیلی گو دوست داری دیگه دوست داری گوشو جلو بخوری دیگه. آره دیگه راستی شنیدن وجود داری ولی وجودشو نداری. نه تو اصلا فکرش هم نکن. تو گوشات چپه نشسته چه باشه شنیدی. ما هر دوتاش هم داریم خوبش هم داریم. اون تا کسی که اونجا نشسته داره گو مخوره تویی. آره اصلا ترین سلات تو حالا تو بی تربیتی. آرام باش. من همسن تو بودم فکر میکردم این چیزی که من دارم فقط برای تخلیه مثانه استفاده میشه. استغفرالله چقدر بچه ها بی تربیت شدن. هفتیر 6 تا تیر میخوره. هفتی میخوره تو نداری به نازم. بله جناب، پدیده جدید رو مشاهده میکنید به نام افتخار به گوخوری و گندگوزی. آره حشمت درسته. Why are you gay? بله درست اصلا حقایق بسیار شگفت انگیزناک و خیلی بسیار جالب و کاربردی بود. ما اصلا تا قبل از این ویدیو به این چیزا پی نبرده بودیم که. حالا کاسه بوسه تو جمع کن بیا پایین تا نیفتادی دیاخور نشدی. کاظم حشمت ما چرت و پرتا این چیزی میفهمین؟ صداش خیلی نامیزونه. نه نفهمیدیم ولی سیسو آقا گرفته. اوضاع خیته که بابا ما نمیفهمیم چی چیز زرت پرت میکنی. آره خب تو هم دیگه برحال بیا پایین دیگه. آره کاظم خب دیگه تو هم تیر خلاص و دیگه بهش بزن دیگه بریم کار داریم. خب همون 11 سالت بود دیگه اصلا مهم نیست. نگاه کن الان تنها چیزی که مهمه اینه که بر پدر مادرت لعنت بفرستیم که آقا چرا شب از اون غلطای بی خود و بی جهت کردی که الان یک واجبی دو وجبی بیاد اینجا برای ما بوده کنه سر ما درد بگیره. واجب بود؟